شد؟ مزاحم نشد. مزاحم نشد چیه دیگه؟ برید دوستاشو بیارید از اون بپرسین، این الان نمیخواد حرف بزنه آقا. جلو همه گفته شوهرتم دیگه. چرا هیچی نمیگی؟ بله گفت. پس چرا میگی مزاحمت نشده؟ من نگفتم شوهرشم. کسی از شما پرسید؟ پس چی گفتی؟ استاد گفت چی کارشی؟ من هیچی نگفتم و خودش دوباره گفت شوهرشی؟ تو هم گفتی آره. آقا اصلا گوش میکنی؟ من دارم میگم استاد، یعنی اصلا حرفم جلوی همه به یه زن شوهردار گفتی شوهرش. تو راه رو هم که دعوا کرد. شوهر این خانم اگه بخواد میتونه شکایت کنه ازت. همه دانشگاه که میان یه بی‌ناموسی مثل این ازش میاد بیرون. درست حرف زن. دهن تو ببند. این دانشگاه با تو کار نداشته باشه، من با تو کار دارم. خانم شما چرا هیچی نگفتی؟ چون ایشون هر جا باید حرف بزنه لال میشه.